تباری را به ما برمغان میارن. در بخش نخست در کنارتان بودم، آرزو داشتم در مهد سخنی داشته باشم. من که خودم از ریزوم میایم. ریزوم یک اندیشه یا پدیده فلسفی است که همخوانی متون مختلف در متن میخوانه و در پهلوش هم از کلان روایت ها گریزان است و دنبال خورده حکایت هاست، دنبال فرهنگ های خورده است که در عقب رانده شده در طول سالیان متمادی. اگر جایش بود من یک روز حتما در مورد ریزوم صحبت میکنم و چون جای سخنرانی نیست از من خواستن که شعر بخوانم، براتان شعر میخوانم با اجازه حضار گرامی و اجازه جناب آقای پرزیدنت، استاد نهایت گرانمایه استاد ناظمی و تمام اجزای اهل هنر و قلم و فرهنگ جناب استاد عزیزی و تمام دوستداران شعر و ادب و زبان و نوروز براتان یک نوروزی میخوام. ما سالیان بس درازی است که نوروز در بند داریم. وقت دولتی مثل دولت تاجیکستان نداریم. صداها پراکنده است و هر کدام از جای صدایی برمیکشیم. محمود دیاسپورا است که قسمتش در اروپا، در امریکا و در جاهای دیگر دست به دست هم میدیم و کوشش میکنیم که فرهنگ و این میراث قدیمی را هنوز زنده نگه داریم. در لابلای شعر مگر عصیانی است، اگر اعتراضی است، اعتراضی است که جایش است ما صدای خود بلند کنیم به عنوان یک زن. به دست باد سر گیسویم پریشان است و چشم معترضم در عزای باران است. عروسکی که به خون می تپید آدم بود و کودکی که به پهلوش خفته انسان است. من از قبیله زردشت و لیس و بودایم، زن درون من از جنس کفر و عصیان است. به سرزمین خودم مرگ و انفجار رواست. به سرزمین خودم مرگ و انفجار رواست. سرود و شادی نوروز، سرود و شادی نوروز کار شیطان است.